چطورید رفقا؟ خوش اومدید به یه ویدیو جذاب دیگه. تو این ویدیو میخوایم رنگ باکو پاک کنیم، این برچسبا رو بکنیم و پاکیزش کنیم برای رنگکاری. ولی قبل از این که بریم سراغ شروع کار، یه چند تا چیزو بهتون بگم. تو ویدیوهای قبلی من زیاد گفتم که بگید چه رنگیش کنیم و هیچ کس هیچی نگفت. اگه میگفتید صورتیش هم کن، صورتیش هم میکردم، ولی نگفتید. خب پس چی؟ تو این ویدیو ما فقط رنگو پاک میکنیم و آماده رنگکاریش میکنیم. تا چی؟ تا شما زیر این پست، زیر همین ویدیو کامنت بذارید که چه رنگیش کنیم. بعد ما میایم اون رنگی که بیشترین انتخاب رو داشته و بیشترین تکرار رو داشته، بیشترین لایک رو داشته، اون رو روش اجرا میکنیم. پس کاری که شما میکنید، زیر این ویدیو مینویسید که این چه رنگی بشه. هر رنگی بگید، مشکی، صورتی، آبی، نمیدونم هر رنگی بگید. من اگه تو شهرمون باشه، ویدیو بعدیش همون کار رو میکنیم. اوکی، بریم سراغ اجرا. با همون مته سیمی بود که آورده بودیم تو ویدیویی که زنگ رینگو پاک کردیم، همون رو روش اجرا میکنیم که این رنگ پاک شه. ولی قبلش باید برچسبا رو بتنیم. دوستان عزیز، قبل از اینکه ما بریم سراغ اجرا، باید بنزینش رو خالی کنیم. بنزین باک رو اینجوری نمیشه. شلنگو بیار تا. خب رفقا، ما باکو اینجوری میذاریم، اونجوری خالی نمیشه که بنزین یه طرف باک جمع شه، این طرف ما بتونیم بنزین رو تخلیه کنیم. ببینید چقدر کثیف و کدر بنزینش، خیلی خیلی کم توشه دیگه، نمیشه با شلنگ کشید بیرون. داره ضبط میکنه. بیا از اینجا بگیرید، نگاه کنید چقدر رسوب ازش در اومد. حالا من بر سر جاش، شما فقط نگاه داخلش کنید، اینجوری بهتره. حالا اینو میذاریم کنار، اینم که فعلا میذاریمش این طرف. ما حالا میخوایم اول برچسبای اینو بکنیم، چون کیلر نخورده خیلی خوب و راحت برداشته میشه. البته فکر کنم یه چاقو بیار، چون کارتک نداشتم مجبورم با چاقو کارو در بیارم. دوستان ما شیر بنزینش هم در آوردیم، یادم رفت بگم. شیر بنزین و اینا رو هم باید در بیاریم. رسوب گرفته انقدر باز نشده. رفت. بریم ادامه کندن برچسب. اینجوری بغلش میکنیم با پامون، بعد چاقو رو میاریم و اینجوری میشیم همه رو میکنیم. معلومه پشت دوربین برچسبشون سفته، مجبورم با چاقو بکنم. دوستان گلم، اگه زیاد نگی تو کامنت ها، یعنی نیاد بگه مثلا رنگشو بکن این رنگی، هیچ کس هیچی نگه، ما هم مجبوریم خودمون یه رنگ انتخاب، حالا یا قرمز یا مشکی. ولی اگه بگید خب چرا که نه، یه رنگی رو بگید که بشه. یعنی اینجا رو کات میکنیم، این طرف رو کندیم، میریم اون طرف هم میکنیم. چیز کات کن عزیزم. ما اینجا رو، البته یه چیزی بگم، خط زن خواستید بیاد پیش من. بیا از اینجا بگیر چقدر خط انداختم. هر کی دشمنتون بود به من میگید، با این میام. چاقو دستتون نگیرید، اینو بگم که یوتیوب پارم نکنه. چاقو دستتون نگیرید، چاقو بده. شما لایک کنید ویدیو رو، کانال رو ساب کنید که بله. ولی دشمنی چیزی داشتید به من بگید. اینجوری خط میندازم براش، جون نگاه، وسیله‌شو نابود میکنم. اوکی، چاقو رو کجا؟ بیا دهنم سرویس شد. خب حالا بیایم این گوهای کوچیک رو برداریم پاک کنیم، مثل اینا. یه خورده بیا نزدیکتر تا بچه‌ها ببینن. نگاه چقدر خوب پا میشه. یه حالی میده. شما الان نمیدونید من چی میگم. یه حالی میده. نگاه. اوف. به از لحاظ روحی ارضا میشید، انقدر حال میده کندن اینا. این چاقو رو میندازی زیرش، اینجوری برشون میداری. خب ما اینجا رو کات میکنیم تا اینو بکن، چون طولانی میشه ویدیو. بعد اینا رو بسازیم. کات کن، فیلم بردار. ما حالا یک نقطه رو اینجا پیدا کردیم و تا آخرش رفت. نگاه. اوکی مشکلی نیست. اینجا رو هم اینجوری از اینجا بگید. ویدیو دیروزم اونو باز کردیم رفقا، اگه ندیدید حتما ببینید که پاره شدم سرش. لایک و کامنت و اینا فراموش نشه. ویدیو خوبیه، برید ببینید. هم یاد میگیرید چطوری انجین خودتون باز کنید و یه سرگرمی هم هست که این ویدیو رو ببینید. راستی یادم رفت، یه فشاری بدید برسیم به 150 200. آقا ما داریم اینجا زحمت میکشیم، داریم فشار میخوریم، یه هولی بدید. میدونم تو که داری این ویدیو رو میبینی و تا آخرش هم هستی، مطمئنا حمایت میکنی. جیگرم بخورم. ای رفیق، تویی که همه ویدیو رو میبینی و تا آخرش هم میبینی، جات اینجاست. دوستت دارم. اینجا رو دیگه کات کن. نمیدونم با این کار کنم یا با سنباده. گیر کردم.
کجی داری، نمیدونم چرا اینجوری مثلا بیارمش پایین. یه خورده بالانس نیست این سری، میبینید ما مجبوریم کجی بیارم. خوب داره کار میکنه ولی خب وای نمیسته، نمیدونم چرا. نگاه کن، نگاه آرد چه رنگی ازش پاک میکنه خدایی. این همه باکو اینجوری میکنیم، از من بگید همه باکو اینجوری میکنیم تا وقت شما هم گرفته نشه. دوستان عزیزم، من اشتباهی که من کردم رو لطفا نکنید. اول اگه خودتون میخواید باکو رنگ کنید، خب اولین کاری که میکنید نگاه یه عینک یا شیلد محافظ بزنید. این یکی. دو، دستکش داشته باشید. سه، وقتی میخواید این کارو کنید نکات ایمنی هم رعایت کنید و یه ماسکی که اینا گرد و غباری نره تو نفستون بزنید. الان من خفه شدم، ماسک هم نیست، الان نمیتونم برم تا داروخونه، مجبورم اینجوری ادامه بدم. پاک. سنباده متاسفانه نابود شد. یه ورق دیگه بده از اونجا، یه ورق دیگه رو میذاریم روش. سعی کنید دقیق بذارید تا اون میچرخه اوکی در بیاد. دیدید اشتباه کردم منم. رفقا من یه نظری دارم، نمیدونم شاید بهم بخندید ولی شاید مورد پسند شما هم باشه. نظرتون چیه رنگش رو همین رنگی هست استیل ول کنیم؟ البته یه رنگی بکنیم ولی استیل. میدونی چی میگم؟ یعنی نظر منه، حالا شما هم نظرتون تو کامنت ها بگید. خب رفقا ما تا اینجا رو اومدیم، یعنی یه جوری دیگه چیزی نمونده. همین طرف این طرفش که اوکی شده، اینجا چی خورده مونده، اینم تمیز میکنیم و آره دیگه میمونه ویدیو بعدی که شما رنگ رو انتخاب کنید. ولی نظر شخصی من استیله، فکر میکنم بهش میاد و قشنگ میشه. نظر شما چیه؟ تو کامنت ها بنویسید. دوستان عزیز با موفقیت انجام شد، ولی این لبه ها و داخلش نمیشه. داخلش رو یا سخت نگیریم، ما این لبه ها رو حالا موقع رنگ کارش میکنیم، ولی ما هم اینجاست، اینجا پاکشه خیلی خوبه. اوکی، نمیدونم معلومه یا نه ولی رنگش استیل شد. همون نظر من، بازم میگم استیل به نظرم بهتره. و این نقطه آخره. وایسا بی ادب. خب خوشبختانه کار ما دیگه اوکی شد. اینجا این گردنش یه خورده مونده. خب نگاه دریل، نگاه خودم، باور کنید حدود نیم کیلو خاکستر رنگ کنید. ویدیو رو لایک، کانال رو ساب، نوتیف رو روشن. ساب خیلی مهمه. کسی هم که تا اینجا رو از من بگید، کسی هم که تا اینجا رو دیده من قربونش برم، من فداش بشم. بوس به کلت عشقم. ما 3 تا سری رو بذار اینم بگیم، 3 تا سری سنباده رو نابود کردیم. بیا بگید از اینا. البته چون این ما خرابه، بعد اینجا رو نگاه زخم کردیم، پاره کردیم. اینو باید یه گونه دیگه بخرم. این که از همه‌شون داغون‌تره، حالا کاری نداریم. اینو براتون بگم، ما چون صفحمون یه خورده تاب داره، اینا وسطشون استفاده نشده، فقط کنارشون حاشیه‌هاشون خراب شده. یعنی اینا باز قابل استفاده هستن، ولی خب چون مال ما خرابه باید یکی دیگه بخریم. نگاه تاب داره، نگاه صاف نمی‌کنه. به خاطر همین ما دیگه اینم رنگشو بگید. بازم میگم نظر خودم رو توسی استیل، شما هم نظرتون تو کامنت ها بنویسید. دمت گرم. بای.